رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته وتعال نرتشف استشمام عطر خوشبوی رمضان از پنجره ملکوتی شعبان. ما باید از شعبان عبور میکردیم، درسته دیگه؟ شعبان مثل سنت قبلی است. ماه شعبان مثل سنت قبلی از نماز، آدم آماده میکنه برای نماز. گوارای وجودتان باد. من اینو به همه شما تقدیم میکنم. این اسم رمضان اینجا برده. رمضان چند تا حرفه؟ ر و میم و داد و الف و نون. ر بگیم رحمت، میم بگیم مغفرت، دال بگیم ضمانت، الف بگیم امان، نون بگیم نور. آخرش نور دیگه. مگر پیامبر نگفته که اول رمضان رحمته؟ اولین حرف رمضان هم رست. این حدیث نیست. کسانی فکر میکنن که شکافی میکنن حتی تو حروف، ترکیب حروف کنار هم، هر 5 تا حرفش بوی خوش ازش میاد. ر رحمت. پیامبر در حدیث فرموده که اول رمضان رحمته، 10 روز اول رحمت. رما میم مغفرت، 10 روز وسط چه؟ مغفرت. داد ضمانت بهشت. کسی که ضمانت بده که این یک ماه رمضان درست روزه بگیره، رمضان یک دری داره تو 80 در بهشت. خود رمضان یک در ویژه داده مخصوص خودش، تو رو از اونجا عبور میده. اون در اسمش چیه؟ ریان، باب ریان. یک در مخصوص روزداران رمضانه. یعنی رمضان اونقدر منزلت داره نزد خداوند و قرب داره که ازش خواهش کرده یک در مال من باشه که بندگان تو از من وارد بشن. باب ریان، باب روزدارانه. وقتی روزداران رفتن داخل بسته میشه. و پیامبر فرموده در رمضان خداوند درهای جهنم رو بسته و درهای بهشت رو همه باز کرده و به بهشتش گفته خودتو زینت بده، هر چی داری، با وجودی که تو مزین هستی، بهشتی، ولی تو رمضان هر چی داری به خودت ببند. نزدیکه که بندگان روزدار من مشکلات دنیا رو پشت سر بگذارن و به سوی تو بشتابن. و در حدیث آمده که اول هر روز رمضان 2 تا فرشته در گوش انسان میگن، یکی در گوش راستش یا باقی الخیر ابشر، ای کسی که دنبال خیری بشارت به تو، ماه خیر و برکت آمد. و در گوش چپش میگه یا باقی الشر اقصر، ای کسی که دنبال شری کوتاه بیا، ماه خیر و برکت آمده. چرا تو ماه خیر و برکت هم دنبال شری؟ دست بکش بیا، این غرور تو خورد کن. الف رمضان امان. پیامبر فرموده الصوم جنه، روزه سپر امانه. لعلکم تتقون در قرآن آمده. روزه بگیرید ماه مبارک رمضان، شاید شما به تقوا برسید. تقوا یعنی امان از آتش. تقوا یعنی یک پوششی، وقایتی بین تو شر و اسبابی که تو رو به جهنم. رمضان نون، نور. رمضان زندگی تو رو نورانی میکنه، درون و بیرون تو نورانی میکنه، روح تو صیقل میده، تمیز میکنه. رمضان یک خودتکانیه. باید خودمون رو بتکونیم.